اینجا یکی از اون ویدیوهاتون انتخاب میکنید، حالا اونی که میخواید براتون کامنت بذارن، مثلا همین اینو انتخاب میکنید، نکست رو میزنید. اینجا اون کلمه‌ای که میخواین براتون کامنت بذارن رو باید بنویسید. اگه میخواید هر چیزی که براتون نوشتن لینک براشون بره، این گزینه رو انتخاب میکنید. اگه کلمه خاصی مد نظرتونه اینجا باید بنویسید. مثلا من اینجا این گزینه رو انتخاب میکنم که هر کامنتی گذاشتم براشون این فایل بره. نکست رو میزنم. اینجا ببینید من بهتون نشون بدم، این شکلی میشه. حالا میخواید شما اینو تغییر بدید، مثلا بنویسید متن قرارداد. این شکلی میشه.